پزشک جراح مشهور به اسم دکتر آیشون روزی برای شرکت در یک کنفرانس علمی با عجله به فرودگاه رفت. بعد از پرواز ناگهان اعلام کردند به خاطر اوضاع نامساعد آب و هوا مجبور به فرود اضطراری در نزدیکترین فرودگاه شدند. دکتر در فرودگاه اعلام کرد من پزشک متخصص جهانی هستم و هر دقیقه برای من مهم است. معتصدی فرودگاه گفت تا مقصد شما 3 ساعت راهی نیست، می توانید تاکسی بگیرید. دکتر همین کارو کرد و ماشینی کرایه کرد و در وسط راه به خاطر نامساعدی هوا و باران شدید راه را گم کرد. ناگهان کلبه‌ای در مسیر توجه او را جلب کرد و توقف کرد و در را زد. صدای پیرزنی را شنید که گفت بفرما داخل هر که هستی. دکتر داخل شد و از پیرزن طلب تلفن کرد. پیرزن با لبخند گفت اینجا تلفنی نداریم و برق هم نداریم. پیرزن از دکتر پذیرایی کرد و بعد پیرزن مشغول دعا نماز شد. در این حین دکتر بچه‌ای را در تخت دید که مریض خوابیده است. دکتر به پیرزن از بابت پذیرایی تشکر کرد و گفت امیدوارم دعاهایت مستجاب شود. پیرزن گفت تمام دعاهای من مستجاب شده به غیر از یکی. این بچه نوه من است و پدر مادر ندارد و چند وقتی هست بیماری مزمن مبتلا شده و گفتن فقط یک دکتر میتواند او را درمان کند و جانش را نجات دهد که متاسفانه کیلومترها با او فاصله دارم و توان مراجعه به اون دکتر ندارم. اسم اون دکتر آیشون است. دکتر با گریه گفت مادر دعای تو یک هواپیما را از کار انداخت. آسمان را رعد و برق طوفان و باران ایجاد کرد که من دکتر آیشون به پیش شما حاضر شوم تا نوه تو را درمان کنم مادر. هیچ وقت فکر نمی‌کردم دعا تا این حد قدرتمند باشد. برای سلامتی مادرت بنویس خدایا سپاس.